بخون. حالا با تو و کو شدی چپ که که بخوندن کنم مرد به خدا یک مازدای دونه نرسن اگه خیال بیایه برو گردن ما بند باشه بیامدم یک سنگی به تو بزنم خوب که تا با پول پشتو همه تا کو کردی بری من مجبورم که کارمو بکنم. باز چه کار میکنی؟ باز کلاوانگ از اینه گیلدک جان؟ کوکمو میخون میگم گیلدک چه کار کنم من مجبورم براری کارو بکنم. بفهمیدی؟ من برفتم به پیش برار خو و پیش یک کبکی نامینا رو خور بکردم رو مرور نداشتم. آخر برفتم مجبور شدم به شفاخانه ثبت نام کردم مجبورم من گرده خور بفروشم. ما 6 نفریم برارم. 6 نفریم نفر 15000 پس کو چند میشه کی بهم یالت برای مال میده؟ ما چه کار باید بکنم تو به ما بگو. باید من همون کارو بکنم نکنم؟ خیر بینی. هم تو که با ما نگفتی نه. چه کنم؟ من هر کس که رو خور میکنم رو مرور نمیداره. با برار میگم نه میگه برای همسایه میگم میگه ندارم بزو میگم میگه ندارم دیگر علاج ندارم دیگر راه ندارم. کی؟ من دیگر راه ندارم مجبورم همین گرده خور بفروشم. چه کار کنی؟ گرده خور مجبورم بفروشم. بیشتر گرده خور بفروشیم. دیگر شما هر وقت گیمی یا گوسفندی من تکک قربونی میکنه ما پارسالکا که قربونی کردیم گردی بدل ما بخوردم بالا قربونی میکنه شما چی میگی؟ آخه یک ساعت ما به تو میگم میگی ها کی گفتم ها؟ نشون میدی میگی برو ها دردانم بند باشه لنگم ها نگو کی من گفتم ها؟ من چی گفتم من؟ پس من چی میگم برای تو ازودم؟ از کی؟ از می 10 دقیقه پیش که ما خودتو گپ میزنم چی گفتم بفهمیدی؟ خود کی گپ زده؟ خود شما بفهمیدین به گپمه؟ نه میگم هیچ راهی دیگه ندارم بغیر از اینکه مگر گرده خور بفروشم. من برفتم به شفاخانه کارا خورم خلاص کردم به پیش برار خورفتم رو مرور ندی. پیش همسایه خورفتم رو مرور ندی. چه وقتی مجبورم چه کار کنم باید؟ کاکا این کارو نکنین. چی میگن شما و عباس؟ کاکا جان نکنم چه کار کنم 6 نفر من اینا چی رقم از اینا پاسپورت بگیرم نفر 15000 پا مصرف داره. من می گرده خور براتم ثبت نام کردم به سر عکسینیم لگریپه میخرم همین قرارم میشه دیگه رقم رای ندارم کاکا خور بگردم. بخل 10 نفر باشین این کار من میگم نکنین. دوم کی آدم یا از این مشوره میگیرین؟ چه کار کنم تو با ما بگو. این بغض فقط کوک خور نگاه کنه. میفهمی کوکو تو چی میگم؟ ما بفهمیدم. شوام مجو پیارمه مادرمه ایل اولادمه شما گوسفند خدای نکرده گل به طرف مه گل به طرف مه میرین شما گوسفند گل به طرف مه گل به طرف مه شما گوسفندین که میرین گردی خود بفرشین ما کباب کنم مثلا برم امید یک دون بخورم مه های ما مازودم خودت تو چی میگفتم خودی کی ما مسئولیت میکردم مازودم کاکو چرا چی میگفتم مازودم چرا خود کی گاگا میزنه خدای تو بیام چی میگم گرده بفرشم من یک ساعت خودی چی میگی رو آماده میکردم باش ما آدم مشوره هم میگیرین. من چی میفهمم برو برو روش کنم این فقط بازن که کوک خور نگاه کنه صادق خدا. نیم ساعت من به یه گفتار میکنم میام میگه ها کاکا اگه کار بکنم میرم بابا خو میگم کاکا جون مجبورم من میرم بابا خو دیگه میگم راه ندارم من میرم میگم چرا به پیش هر کس براتون دیگه رو مرور ندید من مجبورم که کارو بکنم.
بابا 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 چه کاره؟ بابا زنگ کن یک سک گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ هرچی شما زنگ زد گوشیشم خاموش بوده. خب چرا؟ من چون میگه گریه میکنه چه کارشو میگه برو بابا خب کاکاتو بیا که کاکات گرده خور میفروشه. گرده خور میفروشه؟ کاکا غوث‌الدین دیوانه شده ای چی؟ خاله یک سک گریه میکنه هرچی شما زنگ زد. گوشی خورم آورده میداره ای. بله کجایی تو برو؟ می به شفاخانه بری؟ چی خاطر میری؟ گرده خور میفروشی؟ با واسطه پاسپورت سلامتی بدن خو میفروشی واسطه پاسپورت؟ شهرم کتب خدا تیشته سلامتی بدن خو میفروشی واسطه پاسپورت که میری خود زنه بچه خو میبری بیران بری. او کار فسره بدر نشکنه من میام بسارم میام با تو کار دارم. بفهمی چی گفتم؟ الان گوشی قطع نکن دیگه الان میایم. دیوانه شده. یا عقلی بی خود رسی. مسخره چی شو کاکا تو؟ صدا کن کاکا بله کاکا بله بیا یک دقیقه آنه بیام کاکا من. سلام علیکم بابا. تو شرم ننگ نداری وجدان نداری غیرت نداری چرا بابا؟ خجالت کش قیافه خود. مجبورم برو چکار چی مجبوریت داری؟ شما بگی من چکار کنم به پیش هر کس که رو کار کردم روی مربر نداشت. گپ کم کن مسخره شیطان. این 6 نفر آخینا کرام اینا چی رقم پر کنم اینا پاسپورت از اینا بگیرم ایران ببرم. خوب عقل کمال داری. دیگه راهی ندارم برار خوب بگردم به پیش هر کس میگم رو کار کردم روی مربر نداشت. مثل تابیشی می هیچ انسان نمیشه. تو به کی برو شما نصیحت کنم. تمام دل کارم خورده شده از دست شما. گوش جون خورد خوردم. چوب کو چوب کو که بخونه یک گوش رو دل تو بزن یار تو کار که تو نه چور بیتی بکنی. بخی خول برات کردن خود این سکو دیونی خدا این سکو شیار که خور شیار به چی حالت ما گرده خود این میگم گوسفندی اون گرده مر ببر کباب کو گردن به من با چی میگی مثل ما عقل کمال داره. تو چه ساعتی بدن خودت میفروشی با مختن زن که از ایرانه که میبری خونه پیاره میبری. خب چکار کنم برارم؟ این کار فستره. دیگه راهی ندارم دیگه راه امینه دیگه هیچ راهی ندارم چرا که دیگه هیچ کس روی مربر نمیداره به پیش هر کس کرای کدوم روی مربر نداره. اعصاب من خراب نکن برو اعصاب من خلی راه نرو میفهمی یا نه؟ کار کنی شونه خوب بخورم به کار دین پاسپورت بگیریم خوب نه که گرده خوب بفروشی. نمیشه با کارم نمیشه با کار نمیشه. میگم خیلی زمان بازی میکنی. چند به کار داری؟ برار خور بگردم من یک کنیم لک پول به کار دارم. برو خوب بگردم مرغ قرض کو اخی. کی به ما به قرض میده؟ به ما مرغ مردار کسی نمیده کاکو. به ما بردم پول به قرض میده. وقتی بریم 50,000 میدم برات. کل خلاص دیگه قرض کو خسر خو. مسخره کردی خو. گرده خو نفروشو.